من نمیدونم چه حکمتیه. آدم تا خلاف میکنه همه چی خوبه، همه چی رو به راهه، تا میای توبه کنی بدبختی پشت بدبختی. حکمت خدا این بریه. نمیدونم چه. به هر حال پول حلال در آوردن داوود جان سخته. توالت اونجوریه. آره ببین تو دم دستگاه خدا کاری چیزی نیست ما رو استخدام کنن. مثلا چه جور کاری؟ تو برزخ تو بخش خدماتش اگه بشه مثلا مسئول جر دادن این اختلاسگرا بشن، بدنشون دست من، هی جرشون بدم هی وصل بشن، هی جرشون بدم هی وصل بشن، هی جرشون بدم هی وصل بشن. داوود قشنگم گوش کن به حرف من. میدونی بدترین عذاب و بدترین تنبیه برای همچین آدمایی چیه؟ نه. اینه که در واقع اونها فرصت خوب بودن، خوب زندگی کردن و خوشنود کردن حضرت حق رو از دست میدن. نیازی به این گونه جر و جر کردن ها نیست.